سلام بچه‌ها، چطورید؟ خوش اومدید به این ویدیو. امروز اومدیم تراریا بازی کنیم و یک کمی اینجا کارمار داریم. قبل از هر چیزی ساب لایک کامنت یادتون نره. بزنید سراغ ویدیو. همونطور که الان شما وسایلای منو میبینید، اینا رو من بهتون به وقتش توضیح میدم. نگاه کنید وسایلم چقدر خفنم. همه اینا رو بهتون توضیح میدم. این وسیله کجا اومده؟ از اعماق زمین، از اینجاها اومده. خب الان اومدم اینجا چیکار؟ اومدیم اینجا باس بزنیم. یادتونه اینجا من به فنا رفتم؟ اینجا میشه باس زد، مثل اینکه دقیقا همون بازی که اومد اونجا منو پاره کرد. اینجا اینو میزنیم. خب نمیشه الان باس زد، مثل اینکه باید شب شه. اما بعدش راستی من این کفشرم ساختم. بچه‌ها تو کامنت ها راهنمایی کردن دیگه، ساختیم دیگه، اش کردیم. خب داره شب میشه. چه شمشیری هم. یه سامر جدیدم داریم، ایناش. آقا دیگه مابا هم اسپان شدیم دیگه، باید بشه. خدا وکیل. آماده. 3 2 1. بیا اوزگل، بیا که قراره پارت کنم. چقدر قویه شمشیرم. تیرکمون یه دست ریزم شتک کردم. کلت باید طبقه چیلو مثلا منو خواهید دمیج بزنیم. اسکول چقدر ترورش کردم آجی. برو خونت، نمیخوری به ما. چرا انقدر ایزیه؟ این از تو و ضربه آخر. تمام شد. ایزی پیزی لمن اسکویزی. چی داد بهمون؟ اینو داد. چیزشه. اینم داد که هیچ در بیاد. خب بریم حالا این تور بگردیم. ای وای کلید میخواد. کلید از کجا بیاریم؟ فکر کنم خیلی دیر اومده واسه این باس. خیلی قوی شدم آخه انگار. او این چیه؟ وانشات نشم. این تیره آتیشی هم از همون چستای ندر پیدا کردم. نساختم. برین. نزی بود فانا برم. این چستش چینجوری؟ وات؟ پتمونه؟ پت جدید چقدر اهمیت میدن. یه دونه جدید پیدا کردیم. بریم بر داشته. برو خونه برو. من اینجا ازت مراقبت میکنم. داشت بیا با من بیا. تو چی میگی؟ تو بیا. ازش خرید بکنم. 3 گول دادم براش. آقا این دیسپان نمیشه که. نمیره، داره میمیری. نزنینش. داره سگو کشتنش. سگ. وای وای جون ندارم. تو چی هستی؟ بذار جون بخورم بعد. توش چی منو زد؟ وای مردم. وای لعنت به خودم. گیزدم. مهم نیست آقا. یعنی الان این مکانیک واقعا مرد. یه تیکر رو بعدا میریم اوکیش میکنیم. فعلا دوست دارم برم ته دنیامونو ببینم. ولی قبلش بذارین ندرش رو به شما نشون بدم که چی کار کردم. خب اینجا ندره. راست میگی؟ من توی چستا قبلا از اینا پیدا کردم. توی چستایی که تمام غارا اینا بودم 2 تا هم ازش پیدا کردم. خب و شما اینجا چی کار میکنین؟ اینجا مثلا اینجا که لوت موت داره چی؟ اینجا یه دونه از این فرنیسا داره، باید اونا رو هم بکنین. خب اون فرنیسا میشه باش این آرمورا رو ساخت. با فرنیس عادی نمیشه ساخت. نه که من اینجا نمیسازم. خب ولی شما باید بیاین اینجا از اینا بکنید. هلستون اسمش. باید هلستون بکنید. حالا من نمیدونم میشه پوشن پای رزیستن درست کرد یا نه. من که نداشتم. من با همین چیزم داشتم، همین افکتی که هر روز هست رومش. با از اونا تونستم اینا رو بکنم. آره بعد اینا رو میکنید. بعد میریم بالاتر ابسیدین میکنید. این ابسیدین میکنید میان کنار این اینجا میسازید به همین سادگی. ولی خب خیلی ایزی هم نیست، باید حواستون باشه، یکم سخت. اینجا میگم چست مستامون آوردم. حالا بعدا همه اینا رو مرتب میکنم. مرتب نیست اینا میذارم همینجا. بریم ته مپمون رو در بیاریم. اینا اومدن پیش این گابلینه. این شمشیرم یه چیز بد افتاده بود روش.
اومدم دادم بهش، دادم ریفورج، اینا ریفورجش کردم. 10 تا اتک اسپیدش اضافه تر شده. با دو نخم ریفورجش کنم یه چیز رندوم میده، یک دونه گلدم ازتون میگیره. برو اونور. نمردش. اسلام گوزو. اومدیم یک پایم جدید. چه پایمه؟ نیز زیاد نمونده، داریم میرسیم به ته دنیا. تو تا اونجا با من اومدی که بمیری اسکول. این چیه؟ سلام علیکم. حال شما؟ باید بریم چند تا خونمونه درست کنیم آجیم. 2 تا NPC جدید پیدا کردیم که یکیش مرد، امیدوارم برگرده. اینم که پیداش کردیم. حالا داشت گم نشو هم. واسه چی کشتمش؟ من چقدر آدم بدیم. یک عالمه از اینا درست میکنیم. ای وای رسیدیم واقعا به تهش. الان از اون ور تلپورت میکنیم به اون ور. احنک رسیدیم به ته ماینکرافت. این بده تراریا. دوست نداشتم این بازی برسه به تهش. بزنیم این زیر میره چیزی نیست. بود اینا چی هن؟ بکن بریم. وای خدا من تسلیم نمیشم. اوه داره کم میکنه جونو. اوه شت یس. تو اون یه تیکه اصلا میتونیم نفس بکشیم. خب زیاد به درد بخورم نیست. خیلی جالبه. این چیه مثلا؟ خوردیم. وات؟ چی شده؟ دنیا برعکس شده. یوالی به فنا نرم. اون پشت. وای من نمیدونم چرا اینجوریه. من دارم گیج میشم. وات چی پیدا کردم؟ او مای گاد جاذبه‌اش حتی کمتره اینجا. او مای گاد. او اینورم باز اقیانوسه. بریم چست این یارو هم پیدا کنیم. این یارو رفته توی این خونه. پس یعنی اون یارو مکانیک هم میتونست بیاد توی این خونه. وایستا من صندلی اینجا نکندم. نمیدونم این دیگه چی هست؟ تو دیگه کی؟ کجاها میرم من نمیدونم. میریم یه خونه الان براشون درست میکنیم اصلا. صفا اول بریم اینجا یه چست رو پیدا میکنیم. داره این دیگه چیست؟ خدافظ. این که اینجا کار نداریم. این یارو این که چیر میذاریم اینجا. اینم میذاریم اینجا. خب بچه بعد اینکه این باس رو زدیم بعدش من اومدم چیکار کردم. الان میخوایم بریم دیدم چند تا تلپورتر میتونیم بخریم از NPC ها. رفتم توی هر بایوم یه خونه درست کردم که NPC ها رو بذاریم توش، ولی هر NPC که نمیشه. 2 تا NPC که اونجا خوشحال شن. اینجا NPC اینجا رو نمیتونیم بگیریم، واسه اینجا رو فعلا یه NPC میخواد نداریم. بعدش یک چیزی دیدم، بعد رفتم یه یوتیوب سرچ کردم که ببینم ما چه نوع باسای دیگه داریم که باید بزنیم. تازه ما اصلا بازی شروع نکردیم. ما باید یک باس بزنیم به اسم چی؟ راتن فلش چی بود؟ آره اونو باید بزنیم تا بریم توی بخش چی؟ یه چیز داره چی؟ هاردکوره. آره باید بریم توی هاردکور. میخوام بعدش باید میریم توی هاردکور. بعد دیدم یک باس دیگه قبل از اون داریم که میخوایم اونو اول بزنیم، بعدش هم که اون باسو بزنیم، بعدش هم این تلپورتر هم بخریم. بعد یک چیزی این بوتس هم میبینید اینجوریه. من همون بوت قبلیمو اومدم با یک دونه از اینا و اون زردا که عکسشو میذارم تو تصویر قاطی کردم. نمیخواستم قاطی کنم یادم رفت، میخواستم تو ویدیو بذارم. این درست شد. خب میخواستم قوی ترین بازی رو بذارم درست کنم، باید میرفتم توی اقیانوس. اینجا رو میبینید دنبالش بودم، رفتم ماهیگیری کردم. اون چیزی که میخواستم بهم نداد. اومدم تا این پایینا رو هرچی کندم هیچ نبود دیگه، ریده شد، کلم خراب شد. بعد اینجا هم رفتم دوره این زیر. اینجا رو ببینید چرا انقدر چیره، انقدر آپور کردم برای ماهیگیری بود. حالا بعدم بهتون میگم. یه باگی بود، خیلی ایزی این کار انجام دادم. بعدش رفتم اینجا، دقیقاً اینجا اینو پیدا کردم که الان منو قاطیش کنیم.
بر بیاریم اینو میتونیم بسازیم. فقط بچه‌ها یه سوال، من دیده بودم طرف میگفت توی هر بایوم که مثلا شما ماهیگیری کنید اون جعبه اون بایوم میگیره. خب من هر چی ماهیگیری کردم توی بایوم یخی و بایوم این اقیانوس جعبه‌شو بهم نداد، فقط 3 نوع جعبه بهم داد که اینا، فقط همین 3 نوع جعبه رو کلا از هر جا ماهیگیری میکردم اونجا بهم داد. من نمیدونم اگه یه راه حلی هست بهم بگین که قوی ترین بوت بازی رو بتونیم بسازیم. یکم توی دیزرت غارهای دیزرت گشتم و هیچ نبود. این خیلی خفنه، ما رو تلپورت میکنه به اقیانوس. اینجا بیس اینجا رو ساختم خیلی باحال. اینجا مثل سگ چیکار کردم الان اینجا آبش انقدر پایینه به خاطر اینکه نگاه کنید اینجا TNT زدم رفتم پایین دنبال اون کفشه بودم پیدا نشد. فکر کردم توی غارا شاید پیدا شه ولی نشد. بعد از اون چستای طلایی من یه چند تا از اینا رو نگه داشتم که تو ویدیو بزنیم. تو این چست طلایی یه دونه 2 تا از اینا گیر آوردم خیلی خفن بود. اینجا دیگه چی دادن نمیدونم، یه سری چیزا میداسن آدم متوجه نمیشه. خب چرت و پرت. اینجا رو اوف جان این چیه؟ What? Oh my god چیه؟ وایسا این اسلامر که داشتیم این چیه؟ پشمام. خب چه درد میخوره؟ خیلی لشه. نمیدونم میتونم اینجا بذارمش مثلا. جالب بود داری. بعد این شمشیر خیلی خوبه، این شمشیر تیر میزنه حتی. یک NPC جدید آمده که به ما چی میفروشه؟ به ما وسایل تعزین و اینا انگار. خب آقا بریم که تلپورت ها رو بخریم. تلپورت ها رو میگن چیه؟ تلپورت این تلپورت میخوام از اینا واسه بایمای مختلف بخریم. بذار اینم بگم تا اینجایی که اومدیم توضیح بدیم. نگاه کنید شما اینجا یک شکل یو شکل درست میکنید اینجوری. خب بعد با همرتون اینجوریش میکنید. خب با سطر آبتون اینجا هی کلیک چپ رو نگر میدارین این خودش آب پر میکنه به همین سادگی. اینا توی غار پیدا کردم نمیدونم چی کار میکنه. داشت به ما چی میفروشیم؟ چیزای گلف و اینا میفروشیم. خب بذار ببینم چه این NPC ها رو بعد میبردیم اینجا یادم نیست. ما باید اینجا باز یادم رفت یا خدا. باید مکانیک رو میبردیم و گابلین داشت برو اونور باشه. این خونه واقعا زشت شد نمیدونم چرا اینجوری درست کردم. الان من چیکار باید بکنم تا اینو برم؟ خب تا اینو برم ما میریم NPC بعدی رو جاشون مشخص کنیم. بعدی کجاست؟ بعدی اینور دیزرت دنیا. آقا رسیدیم اینجا. باید چرا یادم میره NPC آره اینو یادمه. تفنگ داره خوبی و این یارو خانم دکتر. بابا گم شد دیگه من معطل تو هم. برو سجاد. خب این 2 تا میام ما بریم واسه جانگل هم بذاریم. اوف این چه خونی است ساختمان. چوب جانگل ولی جدی خیلی خوشگله. اینجا باید ما اینو می‌آوردیم اصلا به قیافش هم میخورد که اینجا رو خوشش بیاد. بعد اینجا وایسا ببینم چرا نمیرن. رفتن خونه هاشون. خب الان ما اینا رو آوردیم. حالا بریم ببینیم به ما تلپورت رو میفروشن یا خیر. بنازم همینو میخوایم. بیا چقدر بود قیمتش؟ من خریدم 7 گلد. عالی یا علی شاب دیدیش؟ خب خودش برو اونور که بنازم 7 گلد. بیا اینو میذاریم بالا سر خونمون. خب بذار ببینیم توی جانگل اومدن. خب آره اومدن. بذار یه تست بکنیم کار میکنه چجوری ازن. خب اوه بنازم. خب کار میکنه نگاه. خیلی الان کارمون راحت تر میشه. خب بریم سمت جنگل از اونام بخریم بعد بریم سراغ باس. اومباستیک
چه کنی یا علی؟ پارتی شده؟ چی شده؟ پارتیه؟ بابا چه نمیرسیم؟ پارتیه واقعا مثل این که. سلام حاج خانم به ما نمیفروش. دقیقا نمیرسیم. منم این نمیفروش مثلا به ما. آره جفتش رو میفروشن. 16 تا گل بیشتر به اون نبود ولی اشکال نداره ارزشش رو داره جدی. الان نگاه علی از اینجا بخوای بری تا دزرت بیا ایزی. خیلی خوبه این واقعا یکی از بهترین چیزا بود تا الان ساختیم. راستی لباسامو دیدین؟ در اصل ما اینجوریم ولی لباسا رو گرفتیم اینجوری شدیم. لباسای خودم از این یارو خریدم کوش از این دعاشو اینجا من ازش خریدم و صفا. من ولی عاشق این کارم نگاه بنازم خیلی خوبه. فعلا اومدم 2-3 تا از چستام ردیف کردم. اینجا مثلا اورا 10 تا گلد دارم. اومدم اینجا جعبه طلایی باز کردم 10 تا ازش گلد در اومد. بعد آقای تنگستان هم در اومد. تنگستن گوشادستان آره دیگه. بعدش هم پوشنا رو اینجا مرتب کردم بقیه‌اش ولو. اینجا بعد اینا هم ولو یکم تمیز. خب حالا میریم سراغ اون یارو باسه. باید بیایم پیش این یارو اینجی از اینا بخریم 1 دونه گل 28 تا سیلور. بعد بیایم اینجا بعد این داغشون رو بندازیم تنگش. این مثل نمیشه شاید توی پلتفرم نمیشه. بذار اینجا بسازم همین بالا رو میریم. همین بالا سر اون دقیقا یک دونه جزیره است. اینجا اومدم یعنی نه یا ولی اینا چی هم؟ این چیه یعنی اینا که داشت 1 دونه جزیره بده جانم دارت. من فقط بنازم عالی عالی. گم شید سورد 30 تا دمیج. این چقدر این 53 تاست. این چیه نمبر خوشگلیه. 2 تا جزیره باز کردیم. بکنید به همین زیبایی ما الان اینجا 2 تا جزیره باز کردیم. این ورم کمر باز کردیم. شاید مثلا این ورا 1-2 تا دیگه هم باش. این شمشیره این که این شیت اینجا رو حرام چقدر خفنه. این تیرکمون هم استفاده میشه زارت. نگاه 55 دادم هیچ. مثلا اینجا بزنم اینجا میخوره ولی اینجا بزنم میاد اینجا میخوره. بنازم بالاخره. پورتال باز شده. بیاین چرا ناله میکنین؟ چه صدای مسخره. یک چیزی یادم رفت فقط فنا نریم. یه چیزی یادم رفت. یه چیزی سریع باید پیداش کنم. کجا گذاشتمش؟ بابا لعنت بهش کجاست؟ این دسته فنا رفتم آقا. لعنت بهش یادم رفته بود. ریدم آقا. آقا بالاخره پیداش میکردم. تو این چه لعنتی بود. اینم از این داغشم. پارتون میکنم الان. بیا حالا تو فقط یکی میشه. من همه جیر دادم خودمو. اصلا من هیچ کاری نمیکنم. یس چال اینجا. خب 10 ثانیه دیگه فاز دوم شروع میشه. بابا اشتباه میذارم اونو باید بذارم آقا. این نمیدونم اصلا چی کار میکنم از اینا. یس اینجا چقدر جنازه است. چه دمیجی میزنه. 57 تا 88 تا. قوی تر شدم. برید خونتون. برید نگاه کن اینجا رو میندازی اونجا بعد میکشی میاری حرکت های جونگی. برید اون ور. نزنید اونو. ایزی تا اینجا که ایزی. بذار بنازم
چرا هوا رو میزنم؟ او شت او شت شیرجه میزنی؟ یورو اسکوله به درد نخور یا شیرجه میزنه این چه سمیه؟ ای پدر سگ دمیج زد. برو داداش نبینمت برو. خب از اینا میذاریم باز بیا تو نازم یکی دیگه میذاریم اینجا تا اینجا که ایزی. گم شو دارن دمیج میزنن. برو نگاه اندرستش کردم. او باس اومد 800 تو جون داره ایچ اینو به سگی کو باسش. اوه دارن دمیج میزنن. گم شید باید حواسم به وسط باشه. اوه کشتمش تو آبی. باس ما نایدیم کچه پدر سگی هستین شما. آه داره دمیج میخوره. وای با من نمیدونم باید حواسم به کدوم ور باشه. لعنت بهش. شاید این محافظه. بذار بذارم اینجا بزنیم ماشاءالله. باید حواسم به وسط باشه. تمام. تمام نشد. باید گم شد گم شد. آه تمومه یالی چرا سفید شد. خب چی گرفتیم؟ 5 تا دفندر مدال دیگه. همین؟ او یه دونه از اینام گرفتم. چیه؟ تزینه؟ اینو میذاریم خونه این پیرمرد پراشیه چه منظر میخوره به کتاب خون باشه. بیا ایوال. او از اینام گرفتیم. چیه؟ سپر گرفتیم. من میگم یک بار دیگه بریم این نوب سگار بزنیم. اینو میخرم. این 30 تا دمیجش بود. من بیسیکو برم بالا. تمام شد. تیموم 2 تا این دفعه بهم داد. 5 تا. این چیه؟ اوز خوشگلیه. آقا من باید شیلد از حال نکردم. شاید یه چیزی هست من نمیدونم. من بعدا اینو دوره 7-8 بار دیگه میزنم تا بریم ازش دیفندر بگیریم. آقا یه سر بریم ندر یکم ندرگردی کنیم. بچه حال میکنه من چقدر از دنیامو گشتم. نگاه کنید بالا پایین همه جا رفتیم. اینجا رو میبینید من یه دفعه اینجا هم ولی اینجا مثلا نیستم. یه پوشه خوردم. ای بابا باش پوشن تلپورت بود. رندوم تلپورت میکرد منو برد اونجا. خب ندر بچه من این لباسای خفنم و از همین سنگ‌های اینجا ساختم و حتی من با اینکه این چیزو دارم که تو لاغا دمیج نمیخورم ولی روی این دمیج میخورم. این خیلی خطرناکه. اینا رو میبریم توی کوزه که تو ندر پیدا میشه. خب حالا باز دور بهتون نشون میدم. حالا بهتون گفتم حالا یکم هم از اینا بکنیم شوره شاید نیاز. دقیقا نمینا دقیقا رو پاش دیدین یاری نیفتی روی تو. گرفتم دقیقا همینو. خواه از اینا هم که گیرمون اومد و دیگه ایشالا قسمت بعدی میزنیم سرویس میکنیم راتن کلشو. چیزا بهم دمیج میزنه. گم شو. وای بابا ریدم تو دهنه. 10 تا گلد. وای همش سوخت. این بذار من اینجا دستم باشه مهمه. 10 تا گلدم به فنا رفت. خب حالا باید بریم ابسیدین ماین کنیم. اینجا کمی ماین میکنیم. ابسیدین جمع کردنش راحت. اگه اینجا هم آب نداشت از یه جا آب داشت همجوری هدایتش میکنید تا بیارینش به سمت لاوا. بعد میایید سمت این کوره که گفتم بهتون از جهنم میارین. بعد از اینا نگاه کنید هلستون بار از اینا درست میکنید. بعد با اینم نمیدونیم چی درست کرد میارینش میشه گاید. بعد میندازین اینجا. بعد میبینید اینجا چی یالی مثلا این چیه من نمیدونم اینو ندارم. بعد میشه این 33 تا دمیج. چطور قویه. خب بچه خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا آخر نگاه کردین. توی این قسمت ما این باس اسکلتیه رو زدیم. اینجا یک عالمه از این پایلون ها خریدیم.
یک عالمه که یعنی تو بایوم مختلف دیگه. اینا رو خریدیم و یه سر رفتیم ندر، اومدیم اون نمیدونم چی آرمی رو زدیم، یه باس زدیم، 2 بار زدیمشون و آماده شدیم برای باس آخر قبل از هاردکور. خب یعنی ما کاملا آماده ایم برای هاردکور. فقط از اونایی که این بازی رو بلدن یک خواهش دارم. وایسا. آره از اونایی که این بازی رو بلدن یک خواهش دارم که بگن چجوری میشه ماهیگیری کرد و اون اینجا مثلا من بتونم جعبه اقیانوس بگیرم یا جعبه یخی یا جنگلی، چون نمیشد هر کاری کردم بلد نیستم و ازتون میخوام این یک راهنمایی رو بر ما انجام بدین. یک کمی چند تا جزیره تو هوا هم پیدا کردیم و همین، حرفی دیگه باقی نمیمونه. تا ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا.